خودش. بیاید یه خورده در مورد روم هم صحبت کنیم. شاید واسهتون جالب باشه، شاید اصلا باور نکردنی باشه، واسه خودم که بوده. روم بعد 10 فصل صدرنشین سری آ شد. نوبتی هم باشه دیگه، نوبت رومه. روم برای اولین بار از فصل 2015-16 موفق شده به تنهایی در صدر جدول سری آ تکیه بزنه. آخرین باری که روم تنهایی صدرنشین بود به هفته دهم همون فصل برمیگرده که رودی گارسیا سرمربی تیم بود. روم در حالی حالا رتبه نخست از آن خودش کرده که 12 هفته از شروع فصل میگذره، همه تیم‌ها سر و شکل مناسبی به خودشون گرفتن و لازم به ذکر آخرین مرتبه‌ای که روم در هفته 12 سری آ صدرنشین بود فصل 2013-14 برمیگرده. چه کار کرده گاسپرینی، چه پخت و پزی کرده، نشون داد که واقعا سرمربی تاپیه. ویرونی هم میگه که این لیورپول منو یاد منچستر بعد فرگوسن میندازه. مسئله اصلی هم اینه که وقتی آرن اسلوت یه سری نتایج ضعیف میگیره اسم یورگن کلوپ دائما میاد وسط. همین باعث میشه سایه‌ای از گذشته روی اسلوت باشه. این وضعیت شبیه شرایطی که منچستر بعد از رفتن سر الکس فرگوسن داشت. وقتی دیوید مویس و لوئی فان خال اومدن همیشه اسم فرگوسن میومد وسط. هوادارهای لیورپول باید از این مقایسه فاصله بگیرن و پشت اسلوت وایسن. حتی اگه تیم تو 7 بازی آخرش فقط یه برد داشته باشه بازن لیورپولی‌ها باید ازش حمایت کنن و بهش زمان بدن. آقا نمردیم دیدیم ورونی به عنوان یک کارشناس یه حرف مثبت زد در مورد شرایط لیورپولا. آخه منچستریا و لیورپولیا زیاد میونه خوبی ندارند. مسی هم تبدیل شد به اثرگذارترین بازیکن تاریخ با عدد 1300 896 گل و 404 پاس گل که مسی به اولین بازیکن تاریخ با 1300 گل و پاس گل تبدیل شده. شاید واسهتون جالب بشه رونالدو 1213 تأثیر مستقیم رو گل ثبت کرده و خیلی حالا با مسی فاصله داره. اگه بخواد به مسی برسه 80 و چند گل و پاس گل دیگه رونالدو باید ثبت کنه تا به 1300 گل و پاس گل مسی برسه. اینم در حالی مسی 1300 گل و پاس گل ثبت کرده که 163 بازی کمتر انجام داده. پشماتون نریخت انصافا. حالا بریم سراغ جدول بیشترین پاس گل در تاریخ فوتبال که حالا مسی رسما به 404 پاس گل پوشکاش رسیده که قطعا از این موردم عبور میکنه، ولی یه نفر دیگه هم همچنان جز مسی ستاره فعال دیگه هم تو این لیست حضور داره و اون کسی نیست جز توماس مولر، نفر پنجم لیست 352 تا پاس گل که آره دیگه مولر که در حال حاضر برای ونکوور وایت کپس کانادا بازی میکنه. احتمال برخورد تیمش با اینتر میامی مسی تو فینال MLS وجود داره. ببینیم اونجا مسی میخواد چیکار بکنه با مولر. اینم طرح احتمالی توپ فینال لیگ قهرمانان همین فصل 2025-26 که حالا طراحی توپ ستاره بزرگ سفیدو داره. الگوی داخلیش عمدتاً از چرخش‌های پررنگ بنفش و صورتی تشکیل شده. عناصر برندینگ زردم اونو تکمیل میکنن. سبک گرافیکیش از شهر میزبان بوداپست الهام گرفته شده. هیچی دیگه فعلا در حال لیک فوتیدلاینز لیکش کرده، ولی ببینیم که حالا همین هست یا نه. یه خبر بد واسه بارسایی ها. پدری رسما بازی بارسا و چلسی رو از دست داد. پدری هیچ شانسی نداره تا بارسا رو مقابل چلسی همراهی کنه. بازی که همین سه‌شنبه ساعت 11 تو استنفورد بریج بارسا مهمان چلسیه. حالا مساوی هم شد دیگه. چلسی کول پالمر رو نداره، بارسا هم پدری رو نداره. آخرین تمرین بارسا که قبل پرواز به لندن صبح امروز برگزار شده، پدری بازم نتونسته که گروهی تمرین کنه، تنهایی تمرین کرده. یعنی ریکاوریش وارد فاز نهایی شده، ولی کادر فنی به فلیک هشدار دادن ریسک نشه روی این بازیکن. ولی خبرهای خوبی هم دارن. فرانکی دیونگ و مارکوس راشفورد هم بازیکنایی بودن که برگشتن و مشکلی با همراهی تیم هانس فلیک توی مسابقه چلسی ندارند. بالدم که بین دو نیمه بازی بیلبائو تعویض شده، امروز بدون هیچ مشکلی توی تمرینات بارسلونا حضور داشته. حالا اینجا وسط فلیک مشکلی داره با فران تورز، یه مشکل بزرگ، چون که از نظر تئوری بازیکن ثابت ترکیب نیستش فران تورز، ولی مدام گل میزنه. بهترین گلزن بارسا تو این فصل نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته. تو همین مقطع از فصل گذشته فران فقط 5 گل زده بوده، ولی امسال تا حالا 8 گل واسه بارسا به ثمر رسوند. ولی یه مشکل بزرگی دیگه هم که داره، نمیشه زیاد روش حساب کرد، چون تو لحظاتی که باید گل بزنه نمیزنه. حالا دقیقاً اینجا ما مقایسه لواندوسکی فران تورز داریم در فصل جاری که قشنگ آمار نشون میده لوا قشنگ از تجربهش و پخته کاریش داره استفاده میکنه. لوا 8 گل، فران تورز 7 گل. پاس گلا فران تورز 1-0. حالا اینجا باز 1-1 شدن. تعداد بازی لوا
لوا 10 تا، فرانتورز 12 تا، بازی فیکس لوا 5 تا، فرانتورز 10 تا، شوت در چارچوب لوا 4 تا، فرانتورز 16 تا. نشون میده لواندوسکی با وجود دقایق کمتر، بازی فیکس کمتر، شوت در چارچوبش اندازه فرانتورز بوده، گلاش یکی از فرانتورز بیشتر بوده ولی بازم گل‌هایی که لوا زده مهمتر بوده نسبت به گل‌هایی که فرانتورز زده. بریم سراغ روزنامه‌های ورزشی. مارکای اسپانیا، رنج بردن، پرز علیه همه. آیس اسپانیا، آژیر خطر به صدا در اومد، فلورنتینو پرز در حال حمله. موندو دیپورتیوو، یک لغزش دیگه، فاصله 1 امتیاز، فلورنتینو علیه بارسا موضع گرفت. اسپورت کاتالونیا، نه شرافت و نه فوتبال، فلورنتینو در مجمع به بارسا حمله کرد. دیلی اکسپرس اسپورت انگلیس، سه و ازه، بهترین عملکرد ستاره در روز یکشنبه اسپرز رو نابود کرد. روزنامه کوریر دل اسپورت، گاسپرینی صدرنشین جام دیویس در ایتالیا میماند که حالا مربوط به تنیس و اینا هستش و روزنامه لاگازتا دل اسپورت تیزد جنون میلان. تمام. مرسی رفقای گل، دمتون گرم که تا ته شما رو همراهی کردید. لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه، علامت زنگوله رو بزنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.